سلام دوستان، وقت بخیر. من دکتر کوروش قاری، جراح فوق تخصص چشم هستم. موضوع این ویدیو خونریزی داخل اتاق قدامی چشم هستش. خونریزی داخل اتاق قدامی در اثر ضربات غیرنافذ به چشم وارد میشه. این ضربات غیرنافذ در اثر برخورد چوب، مشت یا اسباب بازی یا توپ‌های ورزشی در هنگام ورزش اتفاق میفته. در اثر این برخورد غیرنافذ به چشم باعث حرکت ناگهانی عنبیه و جسم مژگانی به سمت خلف چشم میشه که این به خاطر افزایش ناگهانی و موقتی فشار داخل چشم ایجاد میشه. در این موقع به خاطر فشار ناگهانی چشم که میره بالا باعث انبساط ناگهانی صلبیه میشه، در صورتی که اجسام مژگانی از این انبساط ناگهانی تبعیت نمیکنن. این اتفاقا باعث جدا شدن ریشه عنبیه میشه و خونریزی در سطح عروق عنبیه و جسم مژگانی اتفاق میفته. در معاینه نوع و زمان ضربه باید مشخص بشه، مخصوصا اگر افرادی که اوایل دیدشون بهتر بوده بعداً به مرور دچار کاهش دید شدن، در این موارد بایستی به خونریزی مجدد مشکوک بشیم. بررسی کامل چشم، بررسی عنبیه، بررسی مردمک و بررسی احتمال پارگی مردمک، جابجا شدن لنز و اندازه‌گیری فشار چشم و حتی بررسی شبکه در اینها لازم هست. یک از عوارض مهم این حادثه افزایش فشار چشم هست و خونریزی مجدد اتاق قدامی. برای درمان اینها اولین قدم استراحت است. استراحت به صورت نسبی کافیه، استراحت مطلق یا کامل لازم نیست. قدم بعدی در اینها برای کاهش درد از داروهایی مثل استامفن استفاده میکنیم. از آسپرین باید پرهیز کنیم چون آسپرین باعث افزایش خونریزی در اینها میشه. قدم بعدی به افراد گفته بشه که هنگامی که دراز میکشن سرشون بالاتر از بدن باشه، 45 درجه بالاتر از بدن باشه. این باعث میشه که خونریزی در اینها زودتر رسوب کنه، چشم شفاف بشه و معاینه کامل شبکه هم امکان پذیر باشه. یک از مراحل درمانی در اینها پچ کردن چشم آسیب دیده است، یعنی اون چشمی که آسیب دیده باید بسته بشه. پچ کردن دو طرفه لازم نیست. در ادامه درمان در اینها از قطره استروئید میتونه استفاده کنیم که از چسبندگی بین عنبیه و قرنیه جلوگیری کنه. یکی دیگه از درمان‌هایی که در این استفاده میشه از قطره‌هایی است که مردمک رو گشاد میکنه و درد چشم رو کم میکنه. آخرین درمان طبی در اینها استفاده از داروهای خوراکی برای جلوگیری از خونریزی مجدد هست. درمان جدید در اینها در مواردی هست که خونریزی به صورت کامل اتاق قدامی رو بیش از 4 روز درگیر کرده. در مواردی که بیش از 8 تا 9 روز بیش از 50% اتاق قدامی پر از خون هست و یا اینکه فشار چشم بیش از 50 میلیمتر جیوه بیش از 4 روز وجود داشته باشه و یا اینکه فشار چشم بیش از 35 میلیمتر جیوه در بیش از 6 روز وجود داشته باشه. در این موارد خونریزی در اتاق قدامی رو شستشو میدیم و لخته رو خارج میکنیم. خیلی ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودیم. تا دیدار بعد، خدا حافظ.